معلوم هیچ کوکلگی نیست هم و چون سبقت شروع گردید نخود دسته مهمان به هجوم گذشت و اینجا کمی قاعده بازی ویران گردید و سلامان کیتی تحت رقم دهم هنرنمایی میکند و اینجا یکی از بازیگران نعیم الماسوف افتید و این دوباره اشاره میکند که همه از روی قاعده باید در سبقت امروزه جریان گیرد و سرداور ماشینسوف دیمیتری با او در بازی امروزه در های پیوسته در مرحله دوم نیز به دست آید. برای این مربیان ورزیده هر دو دسته را میباید، هر دو دسته معروف و مشهور و شناخته کشور استقلال و روشن را که در بازی امروزه خیلی خوب هنرنمایی دارند و دورهای حساسی مرحله دوم هر دو دسته را در پیش است و امکانیتی کامیاب گیرند و حالا امید شریفوف را از پای افشانیدند و داور جانبی دروازه دسته روشن ضربه جریمه‌ای تعیین میکند و در این مورد نباید با خودی داور بحث کرد. بله برابری هر یک امری ببینید که اکنون این دفعه مراتبه دیگر خودی فتح‌الله بود نفران دیگر از دسته استقلال شهر دوشنبه کمال احترام نیست در جریان بازی امروزه هنری خود را فوتبال بازان واقعا باید خالصانه نشان دهند و استعداد فوق‌العاده و جریان سبقت امروزه همه را نشان میدهد که آمادگی دسته ها در کدام سطح قرار دارند. بعد از اشتباهی فوتبال بازان دسته روشن شهر کوبا داور جانب دروازه آنها ضربه جریمه‌ای تعیین میکند. باید وقت را با ثمر استفاده کرد، نه چنین بحث و مناظره های بی منطق.